اگر خداوند مهربان هست، پس چرا جلوی فقر در آفریقا را نمیگیره و اجازه نمیداد که مردم آفریقا از شدت گرسنگی بمیرن؟ و این دقیقاً حرفایی است که اسلام ستیزان میزنند و تصاویری را انتشار میدهند از کودکانی که از شدت گرسنگی قفسه سینه آنها بیرون زده شده و زیر تصاویر می نویسند اگر خدای وجود داشت روزی اینها را میداد. یک سوال: مگر معدن‌های طلا و الماس روزی مردم آفریقا نیست که به وسیله کشورهای سلطه‌گر مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه و ایتالیا به غارت میرن؟ معدن‌هایی که 80% الماس‌های جهان در اونجا استخراج میشن. پس خداوند روزی اینها را داده است، ولی به وسیله کشورهای سلطه‌گر به غارت میرن. شاید یه عده سوال کنند که چرا خداوند جلوی اینها را نمیگیرد؟ ببینید، اگر خداوند بلافاصله وارد عمل بشه، دیگه اراده و اختیار انسان چه مفهومی داره؟ این فلسفه و خلقت انسان است که با اختیار خود خوبی و بدی را کسب میکنه و در روز قیامت اندکی خوبی و اندکی بدی هم حساب میشه، چه برسه به غارت کشورها و قاره ها.